اگرچه 20 روز اول رمضان را از دست دادی، اگرچه وقتهایت را بیهوده سپری نمودی، اگرچه در عبادتهایت کوتاهی کردی، اگرچه برای محو گناهانت از خداوند طلب استغفار نکردی، غم مخور، حالا هم فرصت داری، زیرا تو الان در دهه آخری از رمضان قرار داری و از بزرگترین فرصت ها 10 روز اخیری از رمضان است که در آن شبی است که بهتر از 1000 ماه است. از این سبب پیامبر صلی الله علیه و سلم در این 10 روز اخیر چنان کوشش می‌کردند که در دیگر وقتها نمی‌کردند. و از ارشادات پیامبر صلی الله علیه و سلم در این روزها شب زنده‌داری است با خواندن نماز و تلاوت قرآن و بیدار کردن خانواده برای این کارهاست. هر شب حداقل 1 سومانی صدقه کن، زیرا اگر این صدقه کردت به شب قدر راست آید، مثل که 84 سال پی هم صدقه کرده ای. هر شب 2 رکعت نماز بخوان، زیرا اگر این نماز خواندت به شب قدر راست آید، مثل که 84 سال پی هم شب زنده‌داری کرده ای. همین طور میتوانی دیگر عملهای خوب را در این معادله خیر بسنجی. پس آنها را غنیمت شمار، شاید دیگر برنگردند.